زنبند دارای طراحی بسیار زیبا و چشم‌نوازی است که احتمالاً از سبک جواهرات عثمانی، اسمنلی تکیلری الهام گرفته شده است. این سبک مشخصاً با ویژگی‌های زیر شناخته می‌شود. فرم و شکل: آویز یک طرح قطره‌ای یا هلالی شکل دارد که با طرح‌های تزئینی و هندسی در هم آمیخته شده است. در جواهرات عثمانی اغلب از طرح‌های الهام گرفته شده از طبیعت، گل و برگ و یا اشکال هندسی پیچیده استفاده می‌شود. سنگ‌های قیمتی: آویز شما با سنگ‌های آبی تیره، احتمالاً یاقوت کبود، سفایر یا نوعی عقیق آبی مانند لاجورد یا توپاز، اما یاقوت کبود برای این طرح‌ها رایج است. و نگین‌های کوچک سفید رنگ مانند الماس، زیرکنی‌های مکعبی یا نگین‌های اتمی تزیین شده است. استفاده از سنگ‌های رنگی بزرگ در مرکز از ویژگی‌های این سبک است. جنس فلز: به نظر می‌رسد فلز دور سنگ‌ها یک رنگ طلایی یا برنزی با پتینه‌ای، پوشش کهنه و تیره است که تضاد زیبایی با سنگ‌های درخشان آبی ایجاد کرده و حس عتیقه و قدیمی بودن را القا می‌کند. جنس زنجیر به احتمال زیاد نقره است. تکنیک ساخت: این نوع کار معمولاً به صورت مخراجکاری و با دقت بالا انجام می شود تا نگین‌های کوچک سفید دور نگین‌های بزرگ آبی را احاطه کنند و درخشش کار را چند برابر سازند. خلاصه ویژگی‌های کلیدی آویز: سبک عثمانی طلا ترکی. رنگ سنگ اصلی آبی تیره، احتمالاً یاقوت کبود یا نوع دیگری از سنگ آبی. سنگ‌های تزئینی، نگین‌های ریز سفید به نظر اتمی یا زیرکنیا. فلز: نقره با آبکاری طلایی برنزی تیره شده، سیاه قلم یا پتینه. آیا مایلید در مورد معنی نمادهای این طرح یا سنگ‌های قیمتی مشابه که در این سبک استفاده می‌شوند اطلاعات بیشتری کسب کنید؟